بله سلوک اینجا تهرانه، یعنی شهر چه؟ انتظارها به پایان رسید. زنگ آخر، فصلی متفاوت و جذاب با بازیگران سینما و تلویزیون. خودتونم بعدا میفهمید. نرنجانی کنید بده بره. بچینیم یا بپاشیم؟ بöcek Kokmama قرار نمایش کن دارم این بچه خوشگل عقاب به بالش مینازه، بچه پولlar به پولش مینازه، اما من به رفیقام مینازم. رفیقای من. فصل سوم سریال زنگ آخر، نویسنده و کارگردان حامد تبریزی.